سه کارمند خدمات گمرکی تاجیکستان در رابطه با تلاش انتقال 90 کیلوگرم تیلو و حدود 15 میلیون دلار آمریکایی از تاجیکستان به خارج از کشور بازداشت شدند. از انتقال این مقدار تیلو و مبلغ در فرودگاه بین المللی دوشنبه ماه نوامبر سال گذشته جلوگیری کرده شد. رحمان علی رحیمزاده، یک مسئول خدمات گمرکی تاجیکستان، روز 18 فوریه در نشست خبری گفت ماه نوامبر سال گذشته یک گروه تلاش کردند که این مقدار تیلو و پول را از افغانستان طریق تاجیکستان به شهر دبی امارات متحده عرب انتقال دهند. با گفته او سه کارمند خدمات گمرکی در گذرگاه پنج پایان کار می‌کردند برای درست نامختن حجت‌ها و خنک نظری متهم شوند. او افزود که در مجموع 7 شهروند تاجیکستان در این رابطه بازداشت شدند و پرونده آنها را دادستانی کل تاجیکستان تفتیش می‌کند. در مجموع در سال گذشته 11 کارمند این نهاد دست به جنایت‌های گوناگون زدند. با قول نمایندگان خدمات گمرکی تاجیکستان این آمار نسبت به یک سال پیش 13 حالت کمتر است، اما تحلیلگران به این آمارها چندان باوری ندارند و میگویند در این ساختار کارمندانشان به جنایت‌های بیشتر دست میزنند. در نشست خدمات گمرک همچنین گفته شد پاندمیای کووید 19 به درآمدهای گمرکی تأثیر منفی رسانیده است. طبق اطلاع این نهاد در سال سپری شده واردات مال به تاجیکستان بیش از 3 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که این آمار در مقایسه با یک سال پیش بیش از 190 میلیون دلار کم است. در خدمات گمرک گفتند محدودیت‌ها در کار گذرگاه‌ها هنوز هم باقی مانده است و باز شدن آنها از دیگر کشورها نیز وابستگی دارد. مطابق معلومات آماری گمرکی در سال 2020 واردات مال از حدود کشورهای خارجی دور با مبلغ 192.6 میلیون دلار آمریکا کاهش یافته. از حدود دولت‌های اعضای سازشنامه درباره سودای آزاد برعکس با مبلغ 7.5 میلیون دلار آمریکا افزایش یافته است. از حساب کاهش یافتن واردات مال از حدود کشورهای خارجی دور در دوره حساباتی با حساب میانه با مبلغ 619.4 میلیون سومانی پرداخت‌های گمرکی رویانیده نشده است. در اولهای ماه ینور امسال برخی از تاجران تاجیک از آن شکایت کرده بودند که مال و کالای خریدهشان در مرز چین درمانده است و ماه‌ها باز نمی‌توانند آنها را وارد تاجیکستان کنند و این کار تجارتشان را در داخل تاجیکستان برونق کرده است. ترسونزاده عظیم حیدر، معاون سردار خدمات گمرکی تاجیکستان، گفت در گذرگاه مرزی کلمه قراسود در ولایت بدخشان که توسط آن مال و محصولات نیاز اولیه از چین به کشور وارد می‌گردد بیش از 260 ماشین بارکش درمانده است. یگانه دیدبانگاه گمرکی با جمهوری خلقی خیتای یعنی گذرگاه سرحدی کلمه قراسود که توسط آن اساساً مال و محصولات نیاز مردم به حدود جمهوری وارد می‌گردد از 12 ماه سال 2020 همگی 6 ماه فعالیت کرد. با قول رهبریت خدمات گمرکی تاجیکستان در سال گذشته گذرگاه‌های مرزی گمرکی از قبیل سرازم، اوراتپا، ظفرآباد، پختاآباد و حصار بسته بودند و معلوم نیست که آنها کی باز می‌شوند. امریدین علی مفلشر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.